همساله روز 1 ایون روز بین المللی حفظ کودکان در سراسر عالم تجلیل می گردد. به این مناسبت در مؤسسه دولتی مرکز دستگیری عائله و کودک چاره‌بینی ایدانه برگزار گردید. در چاره‌بینی مذکور معاون رئیس ولایت سوخت و نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند اشتراک داشتند. در جریان چاره‌بینی تاکید شد که روز بین المللی حفظ کودکان در میان مردم ما همچون یکی از روزهای مهم محبوبیت دارد و به این مناسبت تدبیر و چاره‌بینی‌های جالب در قلمرو مملکت دایر می گردد. گفته شد که همه ساله با دستگیری به واسطه پیشوای ملت به مؤسسه دولتی مرکز دستگیری عائله و کودک توجه ظاهر کرده می شود و کودکان این مرکز با تمام شرایط و امتیازات تامین کرده شدند. رهبریت مرکز و تربیت گیرندگان از این توجه و غمخواری بالیده گردیده به رهبریت دولت و حکومت منتداری بیان نمودند. امروز در مؤسسه دولتی مرکز دستگیری عائله و کودک شهر خوجند چاره‌بینی بخشیده به تجلیل روز محافظت کودکان تجلیل کرده شده ایستاده است. باعث خرسندی و سرفرازی است که دستوریکان مرکز دائما تحت غمخواری ها و سرپرستی پدرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت تاجیک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارند. ذکر شد که در کشور شکوفان و صاحب استقلال ما کودکان با غمخواری و مهربانی فرا گرفته شده در محیط عائله و کودکستان ها تربیت و تعلیم خوب دیده ایستادند. به کودکان امکاناتشان محدود و یتیم و بی‌پرستار توجه خاصه ظاهر می گردد. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان همیشه در سخنرانی هایشان اظهار می دارند که یگان کودک یتیم و بی‌پرستار و معیوب بی توجه نیست. دولت آنها را به پناه خویش گرفته است، تعلیم و تربیت می دهد، صاحب کسب و کار می گرداند و آیندهشان را تأمین می سازد. در سر تا سر مملکت از آن جمله در ولایت سوخت برای بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت کودکان تدبیرهای ضروری راه اندازی گردیده. تأسیس مکتب و کودکستان‌های زمانوی، تعمیر و تجدید مؤسسه‌های ساحه‌های معارف، حفظ تندرستی کودکان در درمانگاه‌ها و عائله، تشکیل استراحت و فراغت بچگان و بلند برداشتن مقام و منزلت مکتب کارهای زیاد عملی شده ایستادند. در رفت چاره‌بینی تربیت گیرندگان مؤسسه مرکز دستگیری عائله و کودک با افتخار و با دل پرفرح و شاد شعرها در وصف تاجیکستان عزیز و وطن محبوب، در وصف استقلالیت و پیشوای معظم ملت قرائت نمودند. سپس به تمام تربیت گیرندگان مرکز دستگیری عائله و کودک از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر خوجند تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. اهل فرهنگ شهر با سرودهای جالب در برنامه فرهنگی مؤسسه اشتراک نموده طبع حاضرین را بالیده نمودند.